سلام رفقای گل، امیدوارم حال دلتون خیلی خیلی خوب باشه. من حسینم و سلام رفقای گل، من امیرم و امروز قراره با حسین بریم چنلمون رو معرفی کنیم. خب اومدیم امروز که این چنل معرفی کنیم و چطور شد که این چنل ساخته شد. حالا چرا حسین اسم این چنل شد نیم روح؟ خب این چنل اسمش از دو بخش تشکیل شده. نیم روح، دو تا بخش، یک روح در دو بدن، دو تا مغز گنده، یک دنیای خیلی خیلی خفن. حالا احتمالا سوال شما این باشه که ما قراره توی این چنل چیکارا بکنیم، چجوری ویدیو بذاریم. ما قراره توی این چنل هر چیز غیر ممکن رو ممکن کنیم. البته بگم هر کاری نه، چون احتمال داره یه پلیس بیاد بکنتمون تو گونی، ولی خب هر چالشی که بشه، هر کار خفنی که بشه، هر چیزی که به ذهن شما نمیرسه رو انجام بدیم و دهن خودمون رو حسابی سرویس کنیم. خب اگر دوست دارید که ما این چنل رو ادامه بدیم و همینطور پیش بریم، حتما لایک، کامنت و ساب و اون زنگوله کوچیک بغلش فراموش نشه که خیلی به ما انرژی میده. ما یه چنل تلگرام داریم به که لینکش توی دیسکریپشن هستش و میتونید برید دنبال کنید. اونجا اخبار میذاریم که ویدیوهامون حالا کی آپلود میشه، یه چیزای یه ایستر اگای ریزی از ویدیوهامون میدیم. ویدیو مسیجای مختلف میذاریم از لایف استایلمون یا همون سبک زندگیمون و داریم چیکارا میکنیم، مثلا یا خب پشت صحنه ویدیوها فیلم میذاریم و هر چیزی که بشه. خب برگردیم به ادامه بحث که اصلا قراره تو این چنل به چه ترتیبی ویدیو بذاریم. پس امیرعلی به بچه‌ها توضیح بده. خب ما سعی خودمون میکنیم که حداقل هفته 2 تا ویدیو بذاریم. یعنی چی؟ یعنی که ماهی 6 تا یا 8 تا ویدیو، که اینم 6 الی 8 تا ویدیو در ماه داریم. بالا بستگی به وقت و تایممون هم داره. آره دیگه، دقیقاً احتمال کم و زیاد شدنش هستش. چرا؟ چون مثلا یا سر یه پروژه به شدت سنگینیم و اون ویدیو مثلا احتمال داره طول بکشه، ضبطش، ادیتش طول بکشه و حالا به هر حال نرسیم مثلا هفته یه دونه ویدیو بذاریم سر اون پروژه. یا مثلا یه همکاری با یه یوتیوبر بزرگ داریم و به هر حال می‌خوایم با اونا فیلم بذاریم، یه طول میکشه. کلابایی که می‌خوایم بدیم در ادامه این چنل، ممکنه که مثلا اون یه دونه ویدیو در هفته به اندازه 2 الی 3 تا ویدیویی باشه که ما می‌خوایم بعدش بگیریم، ولی این اتفاق هیچ وقت نمیفته. ما حد اکثر یا حد اقل ما 1 یا 2 تا ویدیو رو در هفته، در 2 تا هفته یا 3 تا هفته داریم. یا اصلا مثلا میگم ما این هفته یه پروژه سنگین داریم که خیلی سنگین، این هفته یه دونه ویدیو میذاریم، ولی احتمال اینکه هفته بعدش جبرانی بذاریم، یعنی هفته بعد 3 تا ویدیو بذاریم، این احتمالش خیلی زیاده، خیلی خیلی زیاده. دقیقاً. و من به این نکته اشاره کنم که حالا جان سینا یه جمله داره که میگه never give up، هیچ وقت تسلیم نشو. بله. و من خودم خیلی حالا کلا جملات انگیزشی که جان سینا میگه رو دوست دارم، جمله‌های باحالی میگه و من خودم دوست ندارم هیچ وقت تسلیم شیم سر این کار، چون به هر حال داریم حالا وقتمون رو میذاریم که برای شما حالا ویدئویی به نمایش بذاریم و به هر حال شما حالا سرگرم شید با ویدیوهامون، وقتتون رو بگذرونید و حالا یه کمکی هم به خودمون میکنه این ویدیو و حالا همینا دیگه. آره. جمله پایانی اینه که در کل میخوایم دور هم جمع شیم و بخندیم. خیلی ممنون بابت جملات قشنگت و انگیزشی دوستان. خب رفقای گل، امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. بازم منم تاکید میکنم که یادتون نره چنل ساب کنید، زنگوله ریز بغلش رو بزنید، حتما. کامنت بذارید و لایک کنید. و حالا یه چیز جدیدی که یوتیوب آپلود یعنی اضافه کرده، چی؟ میتونید که آقا شما وقتی تو کامنت ها هستید یه سوایپ بکنید به سمت چپ، شما یه گزینه داره به اسم هایپ کردن این ویدیو که شما میتونید حالا لول ما رو ببرید بالاتر، لول این ویدیو، و بیشتر دیده شیم بین مردم. خیلی ممنونم که از این ویدیو حمایت میکنید. تا ویدیوی بعدی، بدرود.